سلام و خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستیم. برنامه نوید بامدادی است از رادیوی آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراه شما. امروز 22 مارس است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: روسیه راه دانشجویان 25 کشور را گشود، اما باز هم تاجیکستان در روی خط نیست. مراجعت نزدیکان مخالفین به امبودسمن: ما از کجا کمک گیریم؟ و تمنیات‌های نوروزی آذرخش و فرزانه. مقامات روسیه اعلان کردند که راه دانشجویان 25 دولت به این کشور باز شده است. در پی پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس در سال گذشته، روسیه مرزهایش را برای شهروندان خارجی از جمله دانشجویان بسته بود. در این مدت دانشجویان تاجیک هم که به دانشگاه‌های روسیه داخل شده بودند، نتوانستند به درس حاضر شوند. وزارت معارف روسیه آخر هفته گذشته روی خط 25 کشوری را نشر کرد که دانشجویان آنها می توانند برای تحصیل واردی روسیه شوند. در این روی خط نام افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، ویتنام، یونان، مصر، هندوستان، قزاقستان، قطر، قرقیزستان، کوبا، مالدیو، امارات متحده عرب، جزیره های سیشل، سربیا، سنگاپور، تانزانیا، ترکیه، فنلاند، شویتزاری، اتیوپیا، کره جنوبی، اسیای جنوبی و ژاپن ذکر شده است. مقامات روسیه این کشورها را به عنوان دولت‌های ذکر کردند که وضع مساعد اپیدمیولوژی دارند. صرف نظر از آن که وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید کرونا ویروس در کشور تقریبا از بین رفته است، اما تا حال روسیه مرزهایش را برای تاجیکستان از جمله دانشجویان تاجیک باز نکرده است. طبق اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان، سال گذشته 3000 جوان تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده، ولی با سبب بسته بودن مرزها نتوانستند به مکان تحصیلشان روند. به گفته مسئولین، بیشتر دانشجویان تاجیک باید به دانشگاه‌های روسیه و چین می‌رفتند. در این مدت دانشجویان تاجیک تلاش کردند از طریق فاصله‌ای یا آنلاین در درس‌های دانشگاه‌ها شرکت کنند، ولی دانشجویان شکایت دارند که سرعت پست و نرخ گران اینترنت امکان نمی‌دهد به خوبی درس‌های خود را آنلاین گذرانند. گروه از خویشاوندان اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی با مراجعت به وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان خواستند شرح بدهد که آیا گرفتن کمک مالی از فرزندانشان در خارج جنایت به حساب می رود؟ در عریضه که حداقل 4 نفر زیر آن امضا گذاشته و به دفتر امبودسمن امید بابازاده سپردن آمده است، آیا به ما ارسال نمودن کمک پولی برای آن کسانی که به ما آن را روان میکنند این جنایت است یا نه؟ نامه را روز 17 مارس به اداره وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان سپردند و در آن آمده است که نسخه های از این نامه به عنوان وزیر امور داخلی، دادستان کل و رئیس کمیته امنیت ملی هم فرستاده می شود. زیر نامه فراغت سنگین و همسر حکمت الله سیف الله زاده، سورنیسا جورابک و همسر محمد علی حیید، ولامت ابراهیم زاده همسر رحمت الله رجب، ریزگل رازق و همسر زبید الله رازق از اعضای شناخته حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت امضا گذاشتند. در اداره وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که در واقع عریضه مذکور را گرفتند، ولی بعد تعطیل نوروزی که در تاجیکستان تا چند روز دیگر ادامه میکند آن را به بررسی میگیرند. مقامات تاجیکستان تاکنون 4 نفر را با گناه معاملات مالی با گروه‌های افراطگرا و تروریستی و یا دریافت کمک از آنها به زندان محکوم کردند. از جمله اسرارالدین رازقوف پسر زبیدالله رازقوف ماه دکمبر سال گذشته به 5 سال زندان محکوم شد. در این میان حکم دانا نبیف، یک پیرمرد 80 ساله، سر و صدای زیاد برانگیخت که او را هم ماه دکمبر با گناه افراطگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک از جمله در افغانستان به 7 سال زندان محکوم کردند. مؤلفان عریضه از جمله با ذکر نام این 2 نفر گفتند که بعد به زندان انداختن آنها خویشاوندانشان از یاری رساندن به ما خودداری میکنند. از نوروز گذشته تا این نوروز چندین نفر از چهره‌های فرهنگی، سیاسی و هنری تاجیکستان بر اثر گرفتاری به بیماری همگیر کووید 19 وفات کردند و یا چند وقت در بستر بیماری بودند. در زمان اوج گرفتن سرایت بیماری با نشانه‌های آن بستری شدن 2 شاعر سرشناس تاجیک،
آذرخش و فرزانه نام و چهره هایشان را در سرخط خبرها و سریزبان مردم برد. در نوروز امسال خبرنگار رادیوی آزادی با هر دو صحبت کرد و نخست پرسید که فرق بین نوروز گذشته و امروز در چه بود. پاره از صحبت همکارم فرزان محمدی با دو شاعر سرشناس را همراه می‌بینیم. از نوروز گذشته تا نوروز امساله خیلی آبها جاری شدند. متاسفانه از بس که زمانی حکمرانی کرونا بود و کرونا در 6 قطعه سیاره تاخت و تاز میکرد و دامان تجاوز دراز کرده بود، اینقدر آدم ها نتوانستند که نوروز نوین را امسال درود گویند. دریغ و درد که چقدر انسان های نجیبی را ما از دست دادیم در تاجیکستان هم و در زندگانی یکایک ما و شما هم چه تحول های بود و اما امروز شکر خدا که دیگر باره ما و شما با هم آمدیم و نوروز نودمیده، نوروز نورسیده را دیگر باره شادباد میگوییم. نوروز همان نوروز است. از اون که نوروز سال گذشته بیماری به اهل عالم آورد یا که به سر مردم عالم بیماری آمد، پس از نوروز عیب نوروز نیست، گناه نوروز نیست، باز هم گناه همین مردم است، چون که این نوروز یکان سرحد را نمیپسندد. نوروز ماست. یک دو کلمه تاجیکی است. نوروز گفته مانند عاشق و معشوق، مانند لیلی و مجنون، مانند شیر و شکر. شکل کامل این صحبت در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب نشر شده است. با افزایش گرفتن سرایت کرونا ویروس نو، چندی از کشورهای اروپایی از روز 20 مارس محدودیت‌های گشت و گذار را زیادتر کردند. در شهر پاریس پایتخت فرانسه و چند شهر دیگری آن مؤسسه‌های زیادی را بستند تا سرعت سرایت ویروس کمتر شود. در لهستان نیز مغازه و مهمانخانه‌ها، حوض‌های شناوری، ورزشگاه‌ها و مکتب‌ها را برای 3 هفته بستند. در شهر کیف پایتخت اوکراین تمام مغازه‌ها به استثنای فروشگاه‌های مواد غذایی را بستند و مکتب‌ها را به تحصیل فاصله‌ای گذاشتند. در این کشور هم تعداد گرفتاران به بیماری همگیر کووید 19 با سرعت زیاد می‌شود. عین زمان در بریتانیا نصف از مردم کلانسال واکسن اول به ضد بیماری را گرفتند. مت هانکوک وزیر تندرستی بریتانیا گفت واکسن زنی امکان می‌دهد که محدودیت‌های رفت و فعالیت‌های اقتصادی به تدریج برداشته شوند. در کشورهای اتحاد اروپا واکسن زنی با سرعت کمتر پیش می رود چون ذخیره کافی واکسن را دریافت نکردند. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اتحاد اروپا گفت اگر شرکت استرازنیکا کشورهای عضو را با مقدار وعدگی واکسن تأمین نسازد، فروش آن به خارج را قطع می کند. دادگاه پاکستان 2 مرد را برای تجاوز جنسی یک زن در کنار شاهراه در شهر لاهور به قتل محکوم کرد. این جنایت سال گذشته سبب تظاهرات سراسری و دعوت‌ها برای سخت‌تر کردن جزا برای تجاوز جنسی در پاکستان شد. ارشد حسین بهوتو دادرس پرونده روز 20 مارس با نشر بیانیه گفت که عابد ملهی و شفقت علی را به تجاوز گروهی، آدمربایی، غارتگری، تروریسم گناهکار دانستند. هر دو همچنین به 14 ساله زندان محکوم شدند تا در صورت تأخیر در اجرای حکم قتل در زندان بمانند. به گفته دادستان‌ها گناهکاران زنی را که با 2 فرزندش در داخل ماشین به بنزین مانده منتظر کمک بود به زور بیرون کشیده زیر میل اسلحه و در پیش چشم کودکانش تجاوز کردند. آنها بعداً پول و جواهرات و کارت‌های بانکی او را دزدیدند. هنگام تفتیشات زن هر دو متهم به جنایت را شناخته است و تشخیص DNK نیز حضور مردان در جای جنایت را ثابت کرده است. این جنایت خشم مردم پاکستان را برانگیخت که به کوچه ها ریختند و خواستند جزا برای چنین جنایت ها سخت‌تر شود. رئیس جمهور پاکستان ماه دکبر قانون را امضا کرد که بر اساس آن دادگاه های مخصوص قضیه های تجاوز جنسی را با سرعت محاکمه می‌کنند.
بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سومانی برای امروز 22 مارس چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. اطلاع از این بیشتر را در سامانه ما با نشان www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. با ما بودن را فراموش نسازید و نظر و پیشنهادهای خود را حتما به ما نویسید. خدا نگهدار.